ممکنه بازی سرگرم کننده باشه. اما برای بیشتر پستانداران بازی کردن اهمیتی دیگه هم داره. بازی به این بچه میمون کمک میکنه سالم و قوی بمونه و مغزش رو تقویت میکنه. البته به شرطی که فرودش رو درست انجام بده. در افسانه‌های چینی میمون‌ها نماد یاغیگری و شیطنت هستند. بنابراین عجیب نیست که گروه نرهای مجرد دقیقاً همین نقش رو بازی میکنن. خانواده‌ها این نرهای جوان رو قبل از 3 سالگی از گروه بیرون میکنن. و نرها هم که ذاتاً همین هستن. چرا که اونا خودشونو برای روزی آماده میکنن که برای تشکیل خانواده خود بجنگن. یکی از نرهای مسن‌تر به این هدف نزدیک شده. 8-7 اون چه روی لپاشونو پوشونده نشون میده که این نر مجرد آماده است. به نظر میرسه این برآمدگی ها برای ماده ها جذابیت داره، اما او فقط در صورتی میتونه به این خواسته برسه که بتونه رهبری یک خانواده رو به دست بگیره. برای تماشای مستندهای حیات وحش پیج رد پای حیات رو فالو کن.